این قلمی عادی و مقرری نیست، قلمی تاریخی است، میتوان گفت قلمی صلح، زیرا با واسطه آن یکی از دوره‌های مهم تاریخ ملت ما نوشته شده است. انیق‌ترش سازشنامه‌هایی که 11 دکبر سال 1996 در ولایت تخار افغانستان وابسته به استقرار صلح و رضایت ملی بسته شدند، با واسطه همین قلم امضاگذاری گردیدند. بعد امضا شدن این سازشنامه‌ها و 8 دوره گفتگوشنی در یک شرایط حساس و مشکل، ملت ما آینده درخشان خود را دریافت، به روزهای خوب و نیک رسید و زندگی و تقدیر را با تلاش‌های فرزانه میهن به اختیار خود گرفت. خامه صلح این قلم میباشد که 11 دکبر سال 1996 در خواسته ولایت تخار جمهوری اسلامی افغانستان ضمن واخری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم علی رحمان با رهبر مخالفین تاجیک با این قلم سازشنامه‌ها با امضا رسیدند و همزمان در این واخری که بسیار هم واخری یعنی با ثمر از لحاظ موقعیت شناخته شده است، حجت‌های مهم به امضا می‌رسند. خصوصا کمیسیون آشتی ملی محض در این واخری تأسیس داده می‌شود. یک رویداد دیگری تاریخی به دست آوردن وحدت ملی این تأسیس حرکت وحدت در یک سال بعد آن یعنی سال 1998 است. فعلا این حرکت یا خودسازمان فعالیت خوب و با ثمر در کشور دارد. در سالهای اولی تأسیس یابیش باشد کاروان وحدت با 240 نفر از اعضایان جامعه به گوشه‌های گوناگون کشور سفر می‌کرد و پایه‌های صلح و وحدت را در نزد مردم معنیداد می‌نمود. همین طور این گروه به هر گوشه‌ای که سفر می‌کرد یک مشت خاک از آن منطقه می‌برداشت. همین طور از خاک همه منطقه ها هنرمندان مملکت کوزه ساختند و آن را به پرزیدنت کشور هدیه نمودند. و این کوزه در انجمن چهارم تاجیکان و فارسی زبانان جهان در شهر دوشنبه به پیشوای معظم ملت محترم رحمان تقدیم می شود، از جانب آن گروه تقدیم می شود و پیشوای معظم ملت این کوزه را می گیرند به دست و آن را می بوسند و همان لحظه اشک شادی در چشمانشان پیدا می شود و اظهار می دارند که این کوزه از خاک نیست، از زر است، زیرا که تمام خاک تاجیکستان زر است. همیگونه در آثارخانه ملی تاجیکستان در قطار این دو نگاره مهم تاریخی بازگوشه علاهیده تکمیل داده شده است. در این گوشه عکس و نگاره‌های دیده می شود که دوره‌های گوناگون بستن شرطنامه استقرار صلح و رضایت ملی را معنیداد می‌کنند. یک اثر دیگری که به آثارخانه آورده شده است سوگند مقدس عنوان می شود. خصوصا یک اثر در طول استقلالت امروز ما به نمایش برآوردیم که آن سوگند جاویدانی نام دارد. این اثر از جانب رسام موفق کشور جورایف تهیه شده است و این اثر سوگند جاویدانی به اون خاطر نامگذاری شده است که محض همون لحظه با احساسی بلند، اون لحظه که با غرور بلند مثلا از جانب رئیس تازه انتخاب شورای عالی پرچم دولتی بوسیده می شود، این لحظه در این اثر رسام انعکاس شده است که انعکاس کننده واقعه‌های سال‌های اولی صاحب استقلالی تاجیکستان می باشند. همین طور امسال از این سنه مبارک مقدس، سنه‌ای که مردم کشور را به سوی آرامی و خوشبختی ها آورد، 28 سال پر می شود. بگذار وحدت کامل در سرزمین بی‌گزند ما جاویدانه باشد.